ششمین قهرمانی رو برای این تیم در رقابت‌های لیگ برتر به همراه داره. روح الله باقری یه ضربه خطرناک و گل درست در 5مین دقیقه بازی از پشت محوطه جریمه. ضربه پای چپ دیدنی روح الله باقری کنج دروازه قرمز پوشان پایتخت رو فرو میرزه تا حالا میزبان 1-0 پیش بیفته. روح الله باقری بود که به این شکل پشت محوطه جریمه توپ رو کنترل کرد، روی پای چپ ضربه سنگین و در حالی که 1-2 متر از دروازه خارج شده بود رادوشوویچ، دروازش باز میشه تا حالا میزبان 1-0 با گل زیبای این گونه روح الله باقری. سه بازیکن نساجی هم پشت توپ هستن. ایوب کلانتری ضربه‌شو مستقیم میزنه و گل. چقدر زود به بازی برگشتن. 1-1 مساوی. خود ایوب کلانتری دروازه پرسپولیس رو باز کرد. عجب بازی بوده، چه شروعی داشته این رقابت تو ورزشگاه آزادی. خوشحالی نیمکت‌نشینای نساجی و در رأس اونها حمید مطهری. زده شد علیرضا بیرانوند که برخورد کرد به دیواره دفاعی پرسپولیس و به این شکل چسبید به تور دروازه اونها. سر وحید امیری برخورد کرد، دیواره دفاعی خیلی مطمئنی نبود. انجام بده دانیال اسماعیلی بعد سرعت سعید صادقی در منطقه راست راه میندازه گوشه محوطه جریمه. یه فرصت برای سلک میکاره، یک ضربه از سروش رفیعی و گل سوم. گل سوم هم به زیبایی هرچه تمام‌تر برای پرسپولیس توسط سروش رفیعی به دست میاد. کاری از دستان علیرضا حقیقی هم بر نمیاد که لو رفت، خیلی سریع اومد به پشت محوطه جریمه و بعد از چند فعل و امتحان ایرون شادی رو به اردوی قرمزپوشان پرسپولیس آورد. این بار سروش رفیعی سریع بازیکنان پرسپولیس از منطقه راست، سعید صادقی با چشمان این بار یه پاس به بیرون رو ارسال کرد، سر توپ زد سلک و توپ رو کاشت برای سروش رفیعی تا ضربه فنی و تمام کننده سروش رفیعی جای هیچ گونه عکس العملی رو باقی نذاره و حالا سومین گل پرسپولیس در 74مین دقیقه، مثلا میگم 75مین دقیقه به ثبت میرسه. سروش رفیعی پرسپولیس هم همزمان قرار هست 3 تعویض رو انجام بده. پشت محوطه جریمه یه ضربه سنگین و گل زیبا، یک گل دیدنی و استثنایی. این بار حامد سلک و اعتراضاتی که انجام میده حقیقی. که یه بلند علیرضا حقیقی هم نتونست مانع این ضربه دیدنی میلاد سلکی باشه که 4مین گل رو در 78مین دقیقه به ثمر میرسونه. نبود یک بازیکن هم به دلیل اخراج مزید بر علت شده تا نساجی بیشتر تحت فشار قرار بگیره و این هم ضربه زیبای میلاد سلک هست. بازیکنی که 25 بازی 2152 دقیقه در واقع زمان بازیش در لیگ 22 تا قبل از اون دیدار بوده. این دومین گلی هم هست که به ثمر رسونده. حالا اونجا از گرد راه میرسه سینا اسدبگی، یه پاس پشت مدافعی رو میفرست برای اورونو با سرعت تمام در اون محوطه فرصت و گل دوم برای پرسپولیس. باز هم کسی نیست جز استون اورونو که در متن این حرکت قرار داره. سرعت خیره کننده او و در اون محوطه جریمه اومده ضربه فنیشو به این شکل از کنار دستان لوامپولی وارد دروازه کرد تا حالا شرایط باز هم برای نساجی کمی سخت بشه. باید ببینیم عکس‌العمل شاگردان ساکت الهامی در ادامه چه خواهد بود.